شما لباساتون از همه قشنگ‌تر. Vuran qartallar yox olur çəndə, nərgizlər saralır şehir çəməndə, ay qara gözlərim. موج سواری دیگه؟ نه موج سواری دیگه. خیلی خودم چی رفتم شفت با فیلمت چقدر بخندم. آها کم کم داره یاد میگیره. بچه ای منم بره از سواری. کلا خوراکش از سواری. بله. با دست راست. مرسی. این آدابش به چه صورته؟ با دست چپ اگر که بگیریم به چه صورته؟ فرمودیم با دست راست. با دست چپ اینی که دیگه باید زحمت کم بکنیم. خب بعد با دست راست چی میشه؟ اون دیگه آدابش. ولی شما با دست چپ میگیریم اون باید زحمت کم بکنیم. خیلی متشکرم.
چیه؟ آنتالیا آژانسیا ببینیم قسمت بریم داریم میگردیم دیگه همینجا رو بگیم. یه ساعت و نیم دیگه تمام میشه. نه کشورهای به به عالیه، خیلی خوشگله. چه چایی الکی داشت میگفت. به به لباسای سنتی عشایه. ای جان اینم که من عاشق اینم، انقدر بوی خوبی داره. خسته نباشی. اینم از دیگه سمنو، چه باحاله. با آشلاین آنلاین آش بگیر. جالب بودش برام. ای خدا. خب این قسمت هم ببینید تجهیزاتو جای هتلیه. وایسا من بگیرم بعد جا به جا. کلا منسوجات هتلی هستش. کنم میخواد اونجا موزیک بزنه وحید. کنم اونجا میخواد موزیک بزنه. سنتی. اینجا رو ببینی. نه سرویس میزنه برد. نه سرویس 700 تومن.
بیمارستان ایزه. میشه رفتوش؟ نه اینجا هم اتاق نمکه برای ماساژ نمک. برو. این قسمت مورد علاقه منه. اینجا چیزه یه دور بزنیم بریم. عشقم کیشه ها؟ سوالی نداری در مورد کیش؟ اینجا هم کیشه. اینجا کلن کیشه. مارینا کیشه؟ این مارینا کیشه؟ یکی از بهترین هتل‌های کیشه جای هلیکوپتر اتماکی سوار شده.
کجا؟ مازندران. اونجا موتوره. درسته بودو نخوری زمین همینو بزنم؟ آره همین زدم خودم بیا تگتونم بکنیم خواهش میکنم گفتم میاد شهر خواهش میکنم باز خسته نباشید خوشگله به آقا به خسته نباشین خوشگله Halledin, bay yok, halledin. Boz biçənəklər. Nidamız çaylara dedi küləklər, bulan salamat qal, salamat qal. Ey vuran qartallar, yox olur çəndə, nərgizlər solxuruy, şehli çəməndə, yalanlara dağlar, səndə nələr var? Ayala göz pərmoy, arxanca səndə, boylan salamat qal, bax salamat qal, bax salamat qal, bax salamat qal. Eyvan qartallar yox olur çəndə, nərgizlər saralır şehli çəməndə, ay qara göz pərim, arxamda səndə, boylan dabanlarını qozuyur, boylan salamat qal, salamat qal. Bu ləngi də sənsən, şiri də sənsən, şairi də sənsən, şehir də sənsən, çoban salamat qal, sağ salamat qal. با این لباسای خوشگلش رنگش آلیزم عاشق اینجام عاشق ممنونم چشم حتما متشکرم آی سامانی جبه کارت داشت بله دله ها قیمت
باشی. هواپیمایی هست. بیا از یه طرف برج ایفل اینجاست. اینجا دنبالش میاد. فرانچ بفهمید اشکا یه چیز میل داری؟ برو بریم ها تلفن ها فرو کالیفرنیا به زودی؟ نمیشه کالیفرنیا به زودی. تاجیکستان. هلو بچشی خراب شد که من یه کشکومایی داشتم. نه اون خراب شد. چی؟ اون خانمه داشت میگفت من عروس امانی پاسارگاد شدم کوروش. بعد همه گفتن هو. آقا خوشگله اینا. اینجا رو وحید بیا این تو.
فعالیت بین‌المللی ما سال 2000 جشن ملی پنجشنبه ما از عروسی نوروزی آقای زوراب هست و خیلی اتفاقات دیگه که در طی سال در مجموعه رقم مسیر رو من ادامه بدید لطفاً. فیلم گول میزنه چشم ماشین دو نفره اونا باش بکشیم. آره تو میشه رفت یا نمیشه تو خودشونن دیگه وایسادن دارن فخر فروشی میکنن. اینجا یک کلاس بالاتره. شیراز هم هستم واسه بهبهانه بریم بشینیم ببینیم. ها؟ برو تو همجا هستم نگاه کنیم داریم سلام علیکم جان هستم بدون القهوة أكل نظرين يا ماما جانيس تمام شد همینه نمایشگاه قبلی بود روشنش کرد
اینا یادمون رفت بیاریم تهران هم نمی‌دونیم بریم کجا بخریم چابهار من عاشق چابهار خرافت اینو بید خاک بر سرت خرافت مفاقه بگید بفرمایید غذاهای ما همه‌شون تا 2 سال گارانتی داره ها اینجا غذا میل کردید خوشمزه نبود مهمون مایید نه میدونم این چجوریه آره پوشیده سوغات کجاه؟ فشار خون، ویتامین سازی، سرطان اثر انگشت، سرطان مغز میگیره سرطان اثر انگشت یعنی چی الان؟ خسته نباشی سرطان اثر انگشت بیا خسته نه این نوع شیرینه یا نه؟ شیرینه؟ وحید ببین بنه اینا بودن ها ببخشید من فکر کنم خشکه ببین بنه اینا بودن ها گفتم به ترشیش هم هست گفتی چیه یادته همین آنقابر جندوله رو تکون بده برو تکون بده پیراشکی چیه اینا؟ پیراشکی چیه؟ پیراشکی گوشته برای کجاست؟ استان گلستان بسیار عالی خیلی متشکرم آقا اینی که الان دارین درست میکنین چیه؟ فتیره کجاست؟ گرگان گلستان به به چنده دونه این؟ 50 دونه 50 به به Mamma Ria. حالا ولایت واکن نه هواپیما دمت گرم
کرمانه. هم قدت بلنده یه فیلمی بگیم. زنجان ببین کجاست. زنجان جدا سالم که آذربایجان نداره؟ این چیه؟ این اصل، ارده، کره قابل زمین، کنسپسیون، سنجه، مغز پسته، مغز گردو، مغز تخمه آفتابگردان. یه محصول فوق‌العاده مادر خودم درست کرد. جان خوش کردید. یخچی هم. این اصل میخوام برات بگم. کل عمره به این خوشترین اصل دادم. یا شخصا علی دایری جان. آقای زیدون. این اصل تقویت بدن، سیستم ایمنی بدن، کم‌خونی، آذر، دیابت، قلب. این اصل زحمته پدر مادره. به جان دایی یه اصل میخوام بدم باعث. قیمتش چنده؟ چه کیلویی چقدر؟ 400؟ ما تا این 700. ببین بخور چه تفاوت داره. نمایشگاه گردشگری 1403. آقا وحید فیلتر افتاد بود خانه. وحید خرید داشتیم چه؟ الان سلام میزنم اینه باید با من تست کنم. بازاریابیت خوبه. میام خرید. فیلمه چقدر خوشگله ولی اینجا استان سمنان شاهروده فکر کنم. نه خیلی قشنگه. شهرمیرزاد ببینم محصولاتشون. چرا نخواهیم بفرمایید؟ خواهش بسام با قدمت 8000 ساله. بسام با قدمت 8000 ساله اولین سکونتگاه یک جانشینی فلات مرکزی ایران. اولین ماکت معماری یک ماکت سافالی از یک خونه به معماران نشون میدادن که مردم واسه اینکه خونه هاشون رو بسازن نمونه کار نشون میدادن. بعد مجموعه تاریخی بسام که حول شخصیت بایزید شکل گرفته. بعد این مجموعه حاصل 17 قطعه از 8 دوره تاریخیه که غالب این آثار قوم مغول ساختن. یعنی کسایی که قرار بود بیان بسام رو با خاک خون بکشن اومدن تحت تاثیر فرهنگ و تمدن مردمشن اومدن اینجا آثار خلق کردن. یک حاصل 17 قطعه از 8 دوره تاریخی که به صورت زنده و رایگانه در خدمت مردم. آثار معماری داره. سلطان العارفین نماد مهربانی، ابوالحسن خرقانی نماد جوانمردی. بعد از اون ما شهر بسام با فاصله 20 دقیقه تا کمتر از 2 ساعت به کل اینا دسترسی داریم. یعنی چی؟ یعنی میتونید از بسام برید جنگل اب، یک فسیل زنده به جا مانده. فصل جنگل اب چه زمانی هستش؟ الان هم هستش. تشکیل میشه یعنی اب به شرط اقلیمی بستگی داره برق به جنگل. بله. جنگل اب، قله شاور، بلندترین قله شمال شهر، آبشاره یخی ابرسج، کبیر چاهجان برای رصد و ستاره شناسی و رمسواری، خارتوران، زادگاه یوز ایرانی، نقلستان تورون. همه اینا رو میتونید توی یه پک 3-4 روزه مشاهده کنید.
این کیار کد هم اگه سرچ کنید مستند دالان بهش که صدا سیما تعریف کنید. محصولاتتون هم معرفی کنید. محصولاتمون خشک کاملا ارگانیک، قیسی، برگه زردالو با اصلی زردالو توش هست. بله. اصلی زردالو، آلبالو خشک کاملا. اینا همه محصولات بستامه درسته؟ سنجر. این هم اصلی زردالو. غیر از این انگور بستام، خیار بستام فوق‌العاده است. یعنی مزه انگور بستام و خیار بستام شما هیچ جا نمی‌چشید. خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. اینو امسال ابداع کردیم برای اینکه تفکرات و ابوالحسن خرقانی بالاخره بنیانگذاران عرفان ایرانی بودن. بالاخره ما بعد از اون عطار رو داریم، سعدی رو داریم، حافظ داریم، مولانای بزرگ تو دفتر دوم و هفتمش میگه من از بایزید و ابوالحسن دارم. بالاخره مکتب عرفانی بوده، مکتب مخصوصا عرفان ایرانی همونطور که میدونیم خیلی فرق داره با عرفان اسلامی. یکی از تفاوتش اینه که عرفان اسلامی رو بهش میگن هوشیاران، عرفان ایرانی مستان. زمان قدیم یه نفر رو می‌خواستن ازش اعتراف بگیرن، انقدر بهش مشروب میدادن تا از خود بی خود بشه، بتونه حرف بزنه. میگه تو در حالت خودت نباید باشی. و مهمترین چیز اینه که عارف ایرانی میگه که باید هم کار کنی، هم عبادت کنی، هم به خلق کمک کنی. ولی عرفان اسلامی میگه عرفان فقط باید عبادت کنه و خلق خرجش رو به عبارتی بدن. دراویش میشه دیگه، اسلامی میشه دراویش. دراویش بعداً شکل گرفتن. مثلا زمان بایزید بستامی خیلی میگن سنی بوده، خیلی میگن شیعه است. در صورتی که قرن سال 133 هجری به دنیا اومده، 260 فوت کرده. اصلا اون زمان هنوز نه شیعه سنی نبود. شیعه سنی از زمان صفویه شکل گرفت. بعد سوزن نگرفت. مردان زن ستیز. حالا میگه رضا کرد، ازدواج کرد، حالا میگه رضا میکنی ولی بایزید میگه که من با حالا تفاوتی که با ابوالحسن دارم سر همین دیگه یه نفر بعد از من میاد که از من کامل‌تره. ابوالحسن خرقانیه که میگه بوی گل استشمام کردم. ابوالحسن چون ازدواج کرده دینو کامل کرده، یعنی ازدواج نکرده بود تا خودش دین کامل نشده. ولی حالا ما اومدیم برای این ترویج کنیم یه فال عرفانی اختراع کردیم. یه عدد 1 تا 40 رو انتخاب کنیم. این عدد 1 تا 40 انتخاب کنیم. بله. خیلی شماله 7 بود. چون که یه داستان خیلی قشنگی پشت عدد 7 هستش. ایشون هم به خاطر همین چیه فاله؟ نور است و آخرت آخرت نور است و دوستی حق اهل معرفت نور است. هم مال همین که اصلا ولی واقعا این فال شما عارف یکی از چیزیه که میگه خودش وقتی که داره از اومده بیرون تو کوچه دفعه یه نفر خاکستر خونه ها رو تمیز میکردن، کرسی رو از پنجره میریزه بیرون، میریزه رو سر بایزید، بعد دست به صورتش میکشه خدایا خاکسترش اینه آتیشش چیه؟ به عارف اونجا کاری نداره، لباسش کثیف شد، نمیدونم یکی شب عید یه جا وصل میشه به خدا خاکسترش آتیشش چیه؟ اون یه دیگه هست، یه دنیای دیگه داره سیر میکنه توی ملکوتی که شما آقای فدایی زاده هستید؟ بعد من دانیال فدایی زاده و دو هم از اونهاست که کسی تعالی نگرفته بوده. ما هر دفعه که میگیریم داغ دیگه. به خیلی متشکرم، مرسی. سالها بر این درگاه مجاور بودم و عاقبت حیرت بدیدم و جز حیرت نصیب ما نیام. آقا نوبتی هم باشه دیگه، نوبته استان سمنانه. به آقا
شاهد کادر زمینیه. کرم ارده مگه نیست؟ اینم پک کادویه، از هر محصول یکی داخلشه 6 تا میخواد. اینو از ما خرید کنی که خوره این است درسته؟ بله خوره دیگه. بله دقیقاً. برو دم شهرت عکس بگیر. این چیزه سلطانیه. وحید اینجا چه قشنگه. برای شهر توه. پارسال اومدیم اینجا؟ نقاشی کرده به خود تو عکس‌ها. آها آره. محصوله این طرف رو میشناختم، اسمش عمو یحیی است. اینجا چه گرمسیریه؟ چیده بودن؟ آره مردم هی انگوش میکردن تو وسیله ها. میخواست بده چیه؟ حالا می چیه؟ حالا چی هستی چیه؟ معناش اینه که بگیرم؟ نه
قربان شما فدای شما باید چشم مخلص گرفتم اشان ها؟ چی میگی؟ سلام علیکم سلام و اینم از شهر زیبا